ان الله یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار و یبسط یده بالنهار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها. پروردگار عالم در بدر دلها دور میزند، مانور میزند. او انتظار میکشد که چه کسی در این آخرین روزهای رمضان مبارک از گناه خودش پشیمان شده به من بر میگردد. رسول خدا صلوات الله علیه فرمودند یا ایها الناس، ای مردم، توبوا الی الله واستغفروه، از خدا معذرت بخواهید، بگویید که خدایا ما آنچه که شأن شما بود ما نتوانستیم. ننالم از کسی می نالم از خویش، که ما شایان شأن تو نبودیم. تو فرصتها را در اختیار ما گذاشتی، تو بهانه ها را، حیله ها را، ترفندها را، راه ها را در خدمت ما گذاشتی 30 روز رمضان، اما ما بهره نگرفتیم، ما استفاده نکردیم. از پروردگار عالم بخشش بخوایم.